تا حالا دقت کردین بعضی‌ها بدون حتی یک کلمه حرف انگار یک قدرت عجیب و ماورایی دارن و همه چیزو کنترل میکنن؟ نه داد میزنن نه التماس، فقط عقب میکشن و یهو انرژی فضا عوض میشه. بقیه جذبشون میشن، سوال میپرسن، درگیرشون میشن. حالا تصور کن تو هم همینطور باشی. اگه جای واکنش‌های انفجاری و سریع سکوت کنی چی میشه؟ نکته همینجاست، وقتی دست از همیشه در دسترس بودن برداری، چه احساسی و چه فیزیکی، دنیای اطرافت به هم میریزه. چون آدما عادت کردن با واکنش‌های قابل پیش‌بینیت کنترلت کنن. اما روزی که تصمیم میگیری پات رو عقب بکشی، بازی عوض میشه. کسایی که فکر میکردن تو رو میشناسن میفهمن هیچی ازت نمیدونن. کارل یونگ میگه هر چیزی که توی دیگران ما رو آزار میده میتونه باعث بشه خودمون رو بهتر بشناسیم. وقتی غیر قابل دسترس باشی واقعا کی کلافه میشه؟ کی سعی میکنه عصبانیت کنه تا واکنش بگیره؟ این ماجرا بیشتر راجب طرف مقابل تا تو. این نشون میده چقدر کنترل میشدی بدون اینکه حتی بفهمی. تو الان همیشه داری زور میزنی که همه رو راضی نگه داری و آدمایی رو حفظ کنی که هیچ وقت واقعا باهات نبودن. با هر آره گفتن زوری و واکنش احساسی داری انرژیت رو هدر میدی. ته روز چی میمونه؟ خستگی و خلأ. چون تو زیادی در دسترس کسایی هستی که لیاقت حتی 1 دقیقه سکوتت رو هم ندارن. این ویدیو راجب پشت کردن به دنیا نیست، راجب انتخاب کردن خودته. چیزی که یونگ بهش میگه فردیت یابی، یعنی پروسه تبدیل شدن به یک آدم کامل و واقعی. این پروسه وقتی شروع میشه که بفهمی سکوت از 1000 تا بحث قوی تره. عقب کشیدن آگاهانه و نه از روی فرار یک قدرت بزرگه. تا کی میخوای اجازه بدی بقیه با احساساتت کنترلت کنن؟ تا کی میخوای مثل یک عروسک خیمه شب بازی با هر اشاره بپری هوا؟ وقتش اون نخها رو پاره کنی و تبدیل بشی به یک راز. وقتی دیگه مثل قبل در دسترس نباشی همه چیز تغییر میکنه. از بچگی یاد گرفتی همیشه بله بگی، اما حقیقت اینه بیش از حد در دسترس بودن مثل زندانه. تا وقتی فکر کنی باید همیشه دم دست باشی ازت سوء استفاده میشه و وقتی به دردشون نخوری فراموشت میکنن. مردم دارن ازت به عنوان دکمه اضطراری احساسی استفاده میکنن. هر وقت نیاز به آرامش، تأیید یا تخلیه روانی دارن میان پیش تو و وقتی کارشون تموم شد تو رو گوشه کمد رها میکنن. تو متوجه نمیشی چون توهم داری که اگه برای همه حضور داشته باشی بقیه هم کنارت هستن. اما نه، دنیا اینجوری کار نمیکنه. اگه تو تا آخر این ویدیو بمونی ابزاری به دست میاری که بیرحمانه حقیقت آدمای دورت رو فاش میکنه. میفهمی کی واقعا همراهته و کی فقط داره مصرفت میکنه. قراره به قدرتی برسی که خیلیا ترجیح میدن هرگز نداشته باشی. کارل یونگ از نقاب میگه، نقابی که به صورت میزنیم تا پذیرفته بشیم و دوستمون داشته باشن. دقیقاً همین نقاب باعث میشه که زیادی در دسترس باشیم. وقتی داری خفه میشی میگی عیبی نداره، حتی وقتی خسته‌ای درجا جواب پیام ها رو میدی، مدام توضیح میدی و توجیه میکنی، انگار به دنیا بدهکاری. اما حقیقت اینه هر چقدر بیشتر تو زندگی بقیه باشی بیشتر از زندگی خودت محو میشی. همیشه در دسترس بودن یعنی رها کردن خودت. تو همیشه کنار اطرافیانت هستی چون نمیخوای طرد بشی، میخوای جایگاهت رو توی دل بقیه کنترل کنی. اما این کنترل هزینه داره و اون هزینه آرامشته. داری انرژیت رو جوری هدر میدی که انگار بی نهایته، در حالی که محدوده، خیلی هم محدود.
آدم‌هایی که میخوان همیشه در دسترس باشی واقعاً تو رو نمیخوان. اونا خدماتت رو میخوان، تایید، همراهی و آرامش روانی رو از تو میخوان. وقتی تغییر میکنی ناراحت میشن و میگن عجیب شدی. میدونی چرا؟ چون دیگه براشون کارایی نداری. نکته بیرحمانه‌ایه هرچی بیشتر در دسترس باشی برای مردم بی‌ارزش‌تری. چیزی که زیاده تبدیل میشه به یه پارچه کهنه احساسی. کسی واسه چیزی که همیشه دم دسته و براش زحمت نکشیده ارزش قائل نیست. لازمه از خودت بپرسی از بین کسایی که کنارتن کی واقعاً لیاقت وقت و محبتت رو داره، کی واقعاً سزاوار حضور تو هست، یا برعکس کیا لیاقت این رو ندارن که تو رو داشته باشن. اگه این حرفا برات ارزشمنده و به دلت نشسته یا فکر میکنی راه حل مشکلاتت رو تو این ویدیو پیدا میکنی، کانالو سابسکرایب کن. ممنون از حمایتت. کارل یونگ میگه انرژی روانی تو تمام داراییته. اگه یاد نگیری ازش محافظت کنی، بقیه از همون انرژی علیه تو استفاده میکنن. یونگ روان انسان رو مثل ماشین اتوماتیک نمیدید که الکی به محرک ها واکنش نشون بده. از نظر اون ذهن ما سیستم انرژیه. هر فکر و حسی بخشی از اون انرژی رو میسوزونه. سوال اصلی اینه، واقعا این تویی که انتخاب میکنی انرژیت کجا خرج بشه، یا میذاری دنیا تصمیم بگیره چطور انرژیت رو خرج کنه؟ هر بار واکنش هیجانی نشون میدی انرژی روانیت رو هدر میدی. وقتی در برابر انتقاد بیجا دفاع میکنی، وقتی جواب خال زنک بازی مردم رو میدی یا زور میزنی کسایی رو راضی کنی که براشون مهم نیستی، داری نیروی درونیت رو پای چیزی میریزی که روحت رو تغذیه نمیکنه. یونگ خیلی واضح گفت چیزی که در برابرش مقاومت کنی موندگار میشه. هرچی بیشتر واکنش نشون بدی بیشتر خودت رو محدود میکنی. آدمهایی که فرسودن ضعیف نیستن، فقط اینقدر راه رو اشتباه رفتن که خسته شدن. و کسی که همیشه خسته است آسیب پذیر میشه، تبدیل میشه به یک طعمه آسون. سوء استفاده‌گرها و گداهای محبت این رو بو میکشن. میفهمن بلد نیستی از انرژیت محافظت کنی و به همه چی واکنش نشون میدی. اونا دقیقاً از همین تلاشت برای حل مشکلات زندگیشون سوء استفاده میکنن. یونگ میگفت روان سالم انرژیش رو حفظ میکنه. یعنی بتونی بدون عذاب وجدان بگی نه، بدون ترس از قضاوت سکوت کنی و قبل از عمل فقط مشاهده کنی. قدرت واقعی توی واکنش نیست، توی انتخاب زمان و مدل عمله. این فقط وقتی ممکنه که انگیزه های یهوییت رو بشناسی. چند بار سر بحث ناتموم خواب از سرت پریده؟ چند بار نشخوار فکری کردی که کاش تو دعوا این رو میگفتم، یا چرا با هم بد تا کرد؟ این همون انرژیه که هدر میره و داری مرده هایی رو زنده میکنی که باید خاک میشدن. به جریان هایی سوخت میدی که فقط با جواب دادن تو زندن. انرژی روانی مثل میدان نیرو میمونه. اگه حفظش کنی جذبه پیدا میکنی. همه ناخودآگاه بهت احترام میذارن، اما اگه مدیریتش نکنی نامرئی میشی و میشکنی. دنیا به کسایی که زود وامیدن هیچ رحمی نمیکنه. پس دکمه های درونیت رو پیدا کن. چی باعث واکنش اتوماتیکت میشه؟ اینا سوراخ‌های نشت انرژیت هستن. باید روشون کار کنی، نه واسه سرد شدن، بلکه واسه این که انتخاب کنی خودت ارباب خودت باشی. راز یونگ اینجا برملا میشه. وقتی انرژیت رو حفظ میکنی، برچسب‌ها و فرافکنی‌های بقیه رو میشکنی. این براشون آزاردهنده است. حالا داریم وارد یک منطقه تاریک میشیم. دستکاری روانی خاموش. تو این بخش میبینیم چطوری فرصت طلبها از انرژیت تغذیه میکنن و چرا در دسترس نبودن تو بازیشون رو خراب میکنه.
آماده شو تا تو چشمهای کسایی نگاه کنی که ذره ذره نابودت کردن بدون اینکه حتی خودت متوجه بشی. تو فکر میکنی فرمون دست خودته و واکنشات انتخابهای آگاهانه توه، اما حقیقت خیلی تاریک‌تر از این حرفاست. بیشتر پاسخهای احساسی تو از قبل برنامه ریزی شدن و کسایی که این موضوع رو میفهمن خیلی راحت کنترلت میکنن. فرصت طلبها لازم نیست داد بزنن یا زور بگن، اونا فقط دکمه هایی رو فشار میدن که خودت دادی دستشون و تو طبق معمول واکنش نشون میدی. کارل یونگ به این میگفت فرافکنی، یعنی آدم ها نداشته های خودشون رو گردن بقیه میندازن. اما این یه روی تاریک دیگه هم داره. وقتی بقیه فرافکنی میکنن تو تبدیل میشی به یک پذیرنده. هرچی در دسترس تر باشی شبیه بوم نقاشی سفیدی میشی که آماده است هرچی میخوان روش بکشن. رفیقی که فقط وقتهای بحرانی زندگیش زنگ میزنه، پارتنری که میخواد اوضاع رو جمع کنی، یا کسی که فقط وقتی سود داری تعریفت رو میکنه. هیچ کدوم اتفاقی نیست. اونا با تو کاری ندارن. اونا تصویری که ازت دارن و نقشی که قبول کردی بازی کنی رو کار دارن. حالا چرا قبول میکنی؟ چون میترسی ناامیدشون کنی و دیگه دوستت نداشته باشن یا حتی ولت کنن و برن. مؤثرترین مدل دستکاری با داد و بیداد نیست. توی سکوت سنگین احساس گناه اتفاق میفته. وقتی حس میکنی بدهکاری یا باور کردی که باید در دسترس باشی و کمک کنی حتی اگه نابودت کنه. نکته اصلی اینجاست، آدم کنترلگر نیاز نداره خود تو رو کنترل کنه، فقط لازم داره تو طبق معمول واکنش نشون بدی. اما وقتی واکنش نشون نمیدی بازی به هم میخوره. با نگفتن و سکوت تمام اون فرافکنی ها از هم میپاشه. نقابی که به زور رو صورتت زده بودن میفته و این قضیه مردم رو حسابی کلافه میکنه، چون دیگه نمیدونن تو کی هستی و بدتر از اون حالا مجبورن به خودشون نگاه کنن و هر کسی آمادگی این کار رو نداره. اینکه تو در دسترس نباشی برای اونا یک تهدیده، چون مجبورشون میکنه با خلأ درونی خودشون روبرو بشن. اون سکوتی که تو تحویلشون میدی سر و صداهای درونیشون رو بلند میکنه، صداهایی که اصلا دلشون نمیخواد بشنون. بعد حمله و انتقاد شروع میشه، نه چون کار اشتباهی کردی، چون دیگه اون آینه راحت نیستی که خودشون رو توش ببینن. یونگ جمله شاهکاری داره که میگه ما با تصور کردن چهره‌های نورانی به روشنگری نمیرسیم، بلکه با آگاه شدن از تاریکی به این مهم میرسیم. وقتی عقب میکشی و به اون چرخ سوخت نمیرسونی، سایه طرف مقابل بیرون میاد. این برای کسایی که از تو به عنوان راه فرار استفاده میکردن غیر قابل تحمله. اما خودت چی؟ آماده‌ای که با حس بد درک نشدن، طرد شدن یا حمله دیدن به خاطر محافظت از خودت کنار بیای؟ آماده‌ای سکوت بعد از قطع رابطه رو تحمل کنی؟ چون دقیقاً توی همون سکوته که قدرت جدیدی متولد میشه. این همون چیزیه که میخواییم بازش کنیم. قراره بفهمی چرا سکوت مخرب ترین سلاحه و چطور ورق رو برمیگردونه. دنیای امروز پر از سر و صداست. همه میخوان داد بزنن، سریع جواب بدن و تو بحث برنده بشن، حتی به قیمت نابودی آرامش خودشون. اما یه قدرتی هست که تعداد کمی میشناسن، قدرت سکوت. نه سکوت از روی ترس، بلکه سکوتی که آگاهانه و بیرحمانه شفافه. سکوتی که غایب بودن نیست، بلکه یک حضور سنگین و قویه. یونگ سکوت رو خلأ نمیدید، اون رو زمین آماده برای دگرگونی میدونست. وقتی واکنش نشون ندی تازه تماشا میکنی. اون وقت الگوهایی رو میبینی که قبلا نمیدیدی،
تکرارهای احساسی، بازیهای روانی و چرخه‌هایی که باهاش خودت رو نابود کردی رو میبینی. سکوت همه چیز رو شفاف میکنه و این شفافیت برای کسایی که کارشون کنترل توه به شدت خطرناکه. دقت کردی وقتی جواب نمیدی و توضیح نمیدی بعضی ها چطور وحشت میکنن؟ این به خاطر دلتنگی نیست. سکوت تو فرمون داستان رو ازشون میگیره. تا حرف میزنی تو بازی هستی، اما وقتی ساکت میمونی قانون بازی رو عوض میکنی. تعادل کسی که با واکنش‌های تو تغذیه میشده رو به هم میریزی. سکوت واقعی فقط حرف نزدن نیست، یعنی سوار بودن روی انرژی خودت، یعنی اجازه ندی احساسات کسی تو رو پایین بکشه. این یک انتخاب آگاهانه است برای وارد نشدن به جنگ‌های بی‌ارزش. یونگ میگفت فردیت یابی یا همون پروسه تبدیل شدن به خود واقعی نیاز به فاصله گرفتن داره، چون فقط توی سکوته که میتونی بدون مزاحمت صدای خودت رو بشنوی. اما خودت رو گول نزن. سکوت هزینه داره. تو رو از آدمایی دور میکنه که عاشق نقشت بودن. باعث میشه برای کسایی که تو رو با فرافکنی‌های خودشون میدیدن غیر قابل درک بشی. تو چشم اونا سرد، دور و مغرور به نظر میای. اما اینا واکنش کساییه که نمیخواستن با عمق وجودت روبرو بشن و فقط به کارایی تو نیاز داشتن. حقیقت تلخ اینه، هرچی پخته تر میشی روی کلمات حساس تر میشی، چون میفهمی هر جمله سرمایه گذاری انرژی و هر کسی لیاقت دسترسی به درونت رو نداره. گاهی سکوت عقب نشینی نیست، خود پادشاهیه. زبون کساییه که دیگه نیازی نمیبینن چیزی رو ثابت کنن. سکوت طرف مقابل رو اذیت میکنه، چون مجبورش میکنه با سر و صدای توی سرش تنها بمونه. همین کلافگی بیشتر از 1000 دلیل و منطق ذاتشون رو لو میده. لازم نیست نبودنت رو توضیح بدی، نبودن خودش همه چیز رو توضیح میده. کسایی که از این سکوت احساس خطر میکنن نشون میدن چقدر محتاج عدم تعادل تو بودن تا بتونن سوار کار بشن. اما قوی ترین سکوت اونیه که تو رو از درون میسازه. سکوتی که تو رو وصل میکنه به چیزی فراتر از تایید و دوست داشتن بقیه. توی این خلوت درونی فارغ از توقعات بقیه شروع میکنی به پس گرفتن انرژی حیاتیت تا به اصل وجودت وصل بشی. بخش بعدی راجع به همین موضوعه، چون قطع کردن صدای بیرون کافی نیست. باید یاد بگیری چطور انرژیت رو هوشمندانه خرج کنی، انتخاب کنی کجا بره و کجا هدر نره. وقتشه با روحت کاملا گزینشی رفتار کنی. ببین، اینکه همه اینا رو بدونی ولی عمل نکنی فایده نداره. اگه جای نه میگی آره، اگه جواب پیام‌های رو مخ رو میدی و از روی عادت تو رابطه موندی، داری خودتو گول میزنی. آگاهی بدون عمل فریب دادن خودته. تغییر واقعی از لحظه‌ای شروع میشه که تصمیم بگیری گزینشی باشی. این به معنی سرد بودن یا مغرور بودن نیست. معنیش اینه که قرار نیست برای هر کسی هر لحظه دم دست باشی. یعنی کنترل انرژی و زمانت رو بگیری تو دست خودت. این کار با قدم‌های کوچیک شروع میشه. در جا جواب نده. قبل از واکنش نفس عمیق بکش و قبل از جنجال بحث رو ول کن. یاد بگیر بدون عذاب وجدان بگی امروز نه یا علاقه ای ندارم. مهمترین بخش اینه که تو نیازی به توجیه نبودنت نداری. تو فقط به خودت بدهکاری. این برای خیلی ها غیر قابل بخششه، چون وقتی توضیح نمیدی قدرتشون رو برای نگه داشتن تو توی نقش آدم همیشه در دسترس رو ازشون میگیری. یونگ فهمید مسیر فردیتیابی از یک دوره تنهایی میگذره، نه افسردگی، بلکه یک انزوای مقدس.
جایی برای خلوت کردن تا بدون پارازیت دنیا صدای خودت رو بشنوی و هویتت رو از عمق وجودت بسازی. میخوای بفهمی چقدر رشد کردی؟ ببین وقتی خوددار میشی کی فاصله میگیره یا سعی میکنه عصبیت کنه. ببین کی متهمت میکنه که عوض شدی. اینا نشونه اشتباه نیست، سند اینه که داری خودت رو آزاد میکنی. در دسترس نبودن اولش معذبت میکنه و حس گناه میده. میگن سختگیر شدی، اما این بخشی از پروسه ساختنه. تو یک عمر شرطی شدی که اولویت دوم خودت باشی. طبیعیه که تغییر باعث ناراحتی بشه، هم برای خودت هم برای اون کسی که از نسخه قدیمی تو سود می برده. در دسترس نبودن آگاهانه یعنی افسار زندگیت دست خودت باشه. وقتی به دنیا میگی نه، به خودت میگی آره. وقتی از محیط سمی میای بیرون، تأکید میکنی که آرامشت بیشتر از هر ارتباط فیکی ارزش داره. وقتی دست از توضیح دادن برمیداری، تازه بهت احترام میذارن، حتی اگه تعدادشون کم باشه. اما هر کسی آمادگی این حضور رو نداره. وقتی حمایتت رو دریغ میکنی، زخمهایی رو میبینن که نمیخوان باهاش روبرو بشن. این نشون میده چقدر معتاد به هم ریختگی تو بودن تا احساس کنترل کنن. همین لحظه است که همه چیز پاره میشه. با این بریدن، درد و تنهایی و حس از دست دادن سراغت میاد. اما واقعیت اینه که فقط داری خودت رو آزاد میکنی. بعدش چی میشه؟ از دل این سکوت چی متولد میشه؟ تو بخش آخر راجع به همین حرف میزنیم. یک تولد دوباره که وقتی اتفاق میافته که جرأت کنی بقیه اشتباه درکت کنن و تنها باشی تا کامل بشی. وقتشه بفهمی چرا قدرت آدمهای تأثیرگذار در آزادیشونه. وقتی دیگه در دسترس نباشی اتفاق عجیبی میافته. اولش سکوت میاد، سکوتی نچسب که درونت فریاد میزنه. میپرسی کارم درست بود؟ زیادی تند نرفتم؟ نکنه دارم کسایی که دوستم داشتن رو از دست میدم؟ اما کم کم جنس سکوت عوض میشه. شروع میکنی به پاکسازی و خوب کردن زخمها. بعدش انزوا میاد، اما نه از روی خلأ، انزوایی پر از حضور خودت. میشی مثل آدمهای قدرتمندی که دیگه حاضر نیستن برای نگه داشتن بقیه به خودشون خیانت کنن. قبلا توی دلت آشوب بود، حالا شفافیت میاد. جای استرس آرامش میاد. جای وابستگی قدرت میاد. قدرت کامل بودن در درون خودت. یونگ میگه پروسه فردیت یابی یا همون تبدیل شدن به خود واقعی لازمش اینه که از جمعیت فاصله بگیری، نقاب رو برداری و یک مدت تنهایی قدم بزنی. این همون کاریه که با در دسترس نبودن انجام میدی. از دنیا فرار نمی کنی، برمیگردی سمت خودت. تو این مرحله دیگه فقط واکنش نشون نمیدی، تبدیل میشی به خالق. شرایط بیرونی تو رو شکل نمیدن، بلکه تو واقعیت رو از درون میسازی. آدم‌هایی که از نبودنت ناراحت میشن هیچ وقت خود تو رو نمیخواستن، عاشق نقشت بودن. حالا که اون نقش رو بازی نمی کنی، نمیدونن باهات چی کار کنن و این رهایی بخشه. آره یه سری رو از دست میدی اما خودت رو پیدا میکنی. از دیگران فاصله میگیری اما به خودت وصل میشی. شاید اشتباه درکت کنن اما محترم شمرده میشی، چون وقتی واسه هر کسی دم دست نباشی ارزشمند و کمیاب میشی. گول نخور، این تولد دوباره است. شروع زندگیه که توش دیگه تو برای خردریزهای احساسی و بازیهای روانی در دسترس نیستی. الان فقط چیزی رو قبول میکنی که با آرامش و حقیقت وجودت همخونی داشته باشه. اگه تا اینجا اومدی یعنی بخشی از وجودت برای این مسیر آماده است. فهمیدی دوست داشته شدن ارزشی نداره اگه بخوای خودت رو ول کنی.
عشق واقعی به خود از لحظه‌ای شروع میشه که خودت رو انتخاب کنی، حتی اگه قیمتش تنهایی باشه. حالا تو کامنت ها بگو آماده‌ای به خاطر آزادی درونی اشتباه درک بشی یا حتی طرد بشی؟ حاضری بهای خودت بودن رو بپردازی؟ اگه این حرفا روت تأثیر گذاشت بنویس من آرامش خودم رو انتخاب میکنم. ببینم چند نفر آماده این تغییر بزرگ هستن. و یادت نره ویدیوی بعدی رو ببینی چون خیلی مهمتر از اونیه که فکر میکنی. اونجا میبینمت. بدرود.